آیا در مورد ریگروان کاپیسا میدانید و آیا اینکه چه روایت های در آنجا به وقوع پیوسته؟ بر اساس روایت تاریخی شهر باستانی بگرام در زمان اسکندر مقدونی اعمار گردید. در پهلوی سلسله کوههایی که در اطراف شهر امتداد دارد، یک تپه با رنگ طلایی رنگ خود توجه مردم را به خود جلب می کند که به نام تپه ریگروان مشهور است. اینجا ریگ میده و طلایی رنگ این تپه در زیر شعاع آفتاب جلایش و درخشش خاص به خود می گیرد و در هیچ منطقه دیگر مانند آن دیده نشده است. در روایت گفته شده است که این ریگ را به خاطر ریگروان میگویند که با وجود این که شمال آن را به هر طرف تیر پاشان میسازد و مردم بالا میروند و تیر پاشان میسازند، ولی دوباره به محل اولی خود برمیگردد. در پایین تپه راه وجود دارد که به مدخل یک غار در داخل تپه کشیده شده است و تا کنون هیچ کس جرأت ننموده داخل این غار شود. مردم در مورد دختر سخن میگویند که زمان جرأت نمود داخل این غار شود. او یک دختر بسیار بدبخت و رنج دیده بود که مادر اصلی خود را از دست داده بود و با مادر اندر خود زندگی میکرد. روز دختر جوان همراه با دختران دیگر قریه در کنار این غار مصروف جمع‌آوری سبزه یا علف تازه بودند که دفعتاً به صورت بی اختیار به سوی این غار حرکت میکند. او در حالی که سبزه را در زیر چادرش گرفته بود در داخل غار به پیشروی ادامه میدهد. وقتی در غار پیشروی می نماید همه جا جلایش طلایی رنگ می داشته باشد که با هر قدمی که بر می دارد این جلایش بیشتر و بیشتر می شود. او مردمان را در آنجا می بینند که مصروف کارند. همینطور که به پیش می رود یک اتاق کلان در پیش روی او نمایان می شود. در داخل اتاق او مرد را دید که بالای یک تخت مجلل نشسته و در گرداگرد او درباریان و سربازان ایستاده بود. در همین اثنا از فاصله نچندان دور دخترک صدای صاف و مهربان شنید که به او میگفت دخترم نزدیک بیا و به من بگو که چطور توانستی اینجا بیایی. آیا میخواهی همینجا بمونی یا میخواهی به دنیای دیگری بروی؟ دختر جواب میدهد من مجبورم نزد مادر اندر خود بروم، ولی از شما یک تقاضا دارم. امیدوارم این خواهش مرا برآورده سازید، آن این که قبل از اینکه مرا برگردم برایم دعا کنید. مردم منطقه به این باورند که آن مرد محمد بن حنیفه بود. او با شنیدن درخواست دخترک لبخند زده و برایش دعا نموده و میگوید من هم از تو یک خواهش دارم. وقتی به دنیای دیگر رفتی لطفاً در مورد آنچه که امروز در اینجا دیدی و شنیدی با هیچ کس حرف مزن. زمان که او به خانه برمیگردد مادر اندر او پیر و فرتود است. از او میپرسد کجا بودی؟ او میگوید من همینجا شفتل جمع میکردم. به او میگوید دروغ میگویی، آن دخترانی که با تو بودند حالا صاحب فرزندند و تو جوان، من فرتود. راستش را بگو کجا هست بودی؟ بلادخره دختر مجبور می شود تا در مورد غار و تمام آنچه که در داخل دیده می شود برای مادر اندرش به تفصیل قصه کند. همین که قصه خود را آغاز می کند پاهایش کم کم به سنگ تبدیل می شود و از مادر اندرش می خواهد که از او دیگر چیز نپرسد. اما مادر اندرش با شلاق به سوی او آمده و او را مجبور به گفتن تمام حقایق می کند. دخترک به خاطر ترسی که از مادر اندرش داشت به یک مجسمه سرد سنگی تبدیل شد. سالهای قبل یک تعداد از ریش سفیدان محل که در نزدیکین غار زندگی می نمودند گفته بودند که وقت آنها خرد بودند پدرها و برادر کلانهای آنها برایشان در مورد مجسمه سنگی یک دختر زیبا قصه نموده بود که در زیر چادر خود یک قوده سبزی داشت و در هر فصل بهار این سبزه سبز و تازه می شد.